ریحانه جباری، دختر جوانی که در تیر ماه سال 1386 و در سن 19 سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی بازداشت و محاکمه شد. حکم اعدام ریحانه به جرم قتل عمد در نهایت در 3 آبان 1393 اجرا شد. ریحانه جباری اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود. جرم ریحانه دفاع از حیثیت خود بود، ولی برای خدشه‌دار نشدن حیثیت جمهوری اسلامی ایران ریحانه اعدام شد. و حال ماجرای جوانان و نوجوانانی که طی سالهای متمادی از جانب قاری قرآن سعید طوسی مورد تجاوز قرار گرفتند و برای دفاع از حیثیت خود و جلوگیری از تکرار این اتفاق برای نوجوانان دیگر شکایت کردند و چون بعد از سالها پیگیری هیچ نتیجه‌ای نگرفتند، اقدام به مصاحبه با برنامه صفحه آخر صدای آمریکا و افشای ماجرا کردند و حال از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته می‌شوند و بار دیگر برای خدشه‌دار نشدن حیثیت جمهوری اسلامی ایران انگشت اتهام از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به جای متهم رو به شاکی نشانه رفته است. سعید طوسی از قاریان معروف به قرآن در ایران که به تدریس این کتاب نیز می‌پردازد، به سوء استفاده جنسی از نوجوانانی که به آنها آموزش می‌داده متهم شده است. اما در نهایت با دخالت مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران برای او قرار منع تعقیب صادر شده است. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران است. سعید طوسی را رسانه‌های ایران به عنوان قاری بین‌المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن مجموعه‌ای که زیر نظر رهبر کار می‌کند، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان معرفی می‌کند. او سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به شاگردان خود بوده، تا اینکه برایش پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده، ولی به دستور بیت رهبر پرونده مسکوت ماند و قرار است تبرئه شود. چند نفر از شاکیان، بچه‌هایی که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتند، با برنامه صفحه آخر صدای آمریکا گفتگو کردند. من نفر اول کشور اذان هستم. رتبه قرائت داشتم، فکر می‌کنم سال 88 89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما می‌خوایم ایشون، یعنی من رو می‌خوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد عرض محضر شما که توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک‌های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. با آقای طوسی آشنا شدیم. طی قضیه‌هایی ایشون خواستن که ما رو ببینن، بعد که ما هم سنمون پایین بود، دوست داشتیم که بالاخره اساتید قرآنی یه جوری پله باشن برای تربیت ما، برای رفتن مراحل بالاتر. زنگ زدن، قرار گذاشتن ایستگاه مصلی که ما بریم اونجا ببینیمش، نزدیک همون شورای عالی قرآن هستش. ایشون با ماشین اومدن و بعد ما تو ماشین نشستیم، یه سری اتفاقا افتاد. سه سوالا از ما پرسیدن که من خودم که اون سن واسم خیلی عجیبه که چرا مثلا همچین سوالاتی داره راجع به بلوغ و راجع به مثلا یه سری مسائلی که مثلا به سن من هیچ ربطی نداشت. و البته یه دو جلسه همچین رفتاری با ما شد که من کاملا باشون قطع ارتباط کردم و از شدت ترسی که داشتم، هم از آبروم، هم چیزای دیگه، بعد تازه فهمیدیم دیگه چه مسائلی بوده با کسی بیان نکردیم. تا وقتی که دیدیم تعداد بچه‌ها کم نیستش، بچه‌ای که اینجوری بودن زیاد، ما با خودمون صحبت می‌کردیم، بچه‌ها میگفت دیدیم تعداد بچه‌ها زیاده. یواش یواش ما هم گفتیم آره منم همچین داستانی داشتم. بعد پدر یکی از بچه‌ها متوجه شدم و بستر شکایت از این آقا فراهم شد.
و اما از روند پرونده 5 سال گذشت و هیچ خبری نشد. این نوجوانان 23 مهر در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا گفتند اواخر سال 90 بعد از آنکه فهمیدند چند نفر به سرنوشت آنها دچار شده‌اند، ابتدا مردد بودند و بعد از ملاقات با امام جمعه موقت تهران تصمیم به نوجوانان در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ثبت می‌شود و بعد از 5 ماه در مهر 1391 با امضای بازپرس به دادستانی ارجاع می‌شود. هرچند دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای سعید طوسی تقاضای مجازات می‌کند، اما به گفته شاکی‌ها بعد از انتقاد نماینده رهبر پرونده از دادستانی به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود. در حالی که در طول 3 سال پرونده مسکوت بود، نواری از سوی قربانیان منتشر شد که در آن سعید طوسی مدعی شد که این پرونده مخدوم است. الو سلام علیکم. حاج طوسی هستی شما خوب استاد؟ بنده مزفری هستم. حال شما حاج آقا ما چرا حضرت آقا خبر نمیدید استاد؟ خود آقا میدونم، خود آقا هم حضرت آقا کاملا در جریانم. بله شما باید که آقا جمع کنیدیم، ولی از بس که این سیستم غذایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره و الا خود آقا هم 1 سال 1 سال پیش مطلع شد فهمیدن که آقا جمع کنیم این حرفا چیه نسبت به یک قاضی قرآن. در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه هستش، ایشون حرفش حجته برای ما. بله حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنی اینا. آقا که فرمودن الان این اینا توی قضیه داره پیش میخوره. اگه نمیفرمودن من نمیم چی میشد داستان. بله یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟ نه ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر دفتر آقا هست بله با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده با یک واسطه به این آقا گفته که آقا ما به آقای لاریجانی هم گفتیم که جمعش کنن داستان رو. اساتید بودن استاد؟ البته ناگفته نمانده که یک خبرهای وزیر اول شنیدیم که گفتن آقا از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده است، یعنی تمومه به نفع ما به برکت قرآن اعظمه. به منم گفتن شما برخورد فیزیکی اصلا نداشته باشید با این شخص، ولی خب آدم خیلی راحت میتونه طرف رو در وجود ایران بکنه. بعد از پخش این برنامه در صفحه آخر، افراد دیگری هم جسارت کردند و در مورد سعید طوسی با این برنامه مصاحبه کردند که شرح کامل این مصاحبه ها را می توانید در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا بشنوید و می شنویم که فاجعه در جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که قربانیان حتی جرأت اعتراض هم ندارند. من الان 29 سال سنمه. خب قاعدن من با آقای طوسی برمیگرده به حدوداً 15 سال پیش. از ما سال 80-81 تو اون سالها بود. من دقیقا یادم بود و تقریبا زمانم تا این عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، فقط صاحبش بود و ایشون از صاحب همه یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با طوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم حالا یکی میریم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم به من گفتش که بیا کامل برهنه بشیم. بسیار این آدم با تمام این چیزایی که تو ذهنم از ایشون ساخته بودم و اینا اصلا انگار یهو فرو ریخت و اصلا بسیار این چهره تو ذهن من منفور شد و تا این قضایی که
چند وقت پیش اتفاق افتاد و قضیه رسانه‌ای شد، من اصلا فکر نمی‌کردم که این آقا، حالا من فکر می‌کردم یک همچین قضیه بوده و در 15 سال پیش تموم شده رفته. من متوجه رسانه‌ای که شد و اینا دیدم که نه، قضیه خیلی بیخ داشته و ادامه دار شده و به اینجا رسیده که حالا داستان رسانه‌ای بشه. اصلا من روزی که این موضوع رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، اصلا دقیقاً مثل اون 15 سال که چند لحظه شوکه شدم. باورم نمی‌شد که این اتفاق حالا کار به جایی رسیده که سر از رسانه‌ها در آورده و داستان اینایی که اومدن گفتن و عین داستانای من این آقا رو سر اونها پیاده کرده بود. یا حالا تازه الان که امکانات بیشتره و یه سری مسائل خیلی فرق کرده، اون زمان که اصلا به این شکل نبود و نه، من این موضوع رو واقعا نمیتونستم به کسی بگم. اصلا برای خودم نمیتونستم حلش بکنم که چی برسه که بخوام برم به مثلا به پدرم بگم یا به افرادی بگم که اینو بخوام پیگیریش بکنم. آقای حکمتی در روز پنجشنبه 29 فروردین در یادداشتی در وبسایت تابناک اعلام کرده بود که صرف نظر از ماهیت موضوع و وقوع یا عدم وقوع جرم که کاملا به حوزه قضایی مربوط است، انتشار آن مصداق اشاعه فحشا باشد. و جالب اینجاست که در ماه‌های گذشته محسن قرائتی، مفسر قرآن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بخشی از قرآن رو اینطور تفسیر کرد. نعمت‌های بهشت خدا میگه در آیه قبل فرمود که بهشتی‌ها دائما برای خدمت بچه‌های دور اینها تاب می‌خورن. مسئولین پذیرایی یه نوپسرایی هستن، نوجوان‌هایی هستن که انهم لؤلؤ مکنون، مثل مروارید در صدف، یا طوف و طواف میکنن، یعنی در اختیارن، دور شما تاب میخورن. این آقایون این اراجیف رو علنا بیان میکنن و زمانی که خودشون هم پیاله هاشون رو در خطر میبینن نگران از اشاعه فحشا هستند. رسوایی تجاوز جنسی این قاری قرآن دست کم 5 سال است که رو شده. پرونده‌ای که به گفته نوجوانان مورد تعرض قرار گرفته پر است از اسناد و مدارک مبنی بر مجرم بودن سعید طوسی و بعد از گذشت 5 سال رئیس قوه قضاییه آملی لاریجانی نوجوانانی که قصد دفاع از حیثیت خودشون رو داشتن رو تهدید میکنه. او این گزارشگری‌ها و مصاحبه‌ها را نشانه‌ای از پیمودن راه درست توسط قوه قضاییه عنوان میکنه و در عین حال افرادی که از داخل کشور با رسانه‌های خارجی همکاری میکنند رو مستحق تعقیب قضایی میدونه. والا مدارکی که ما تحویل این قاضیان محترم دادیم خیلی کامله، یعنی واقعا خیلی کامله. شما 2 تا توبه‌نامه به دفعات امضای خود، یکیش به دفعات یکی به امضای خودشون هستش، به خود آقای طوسی هستش نوشتن. خودشون 9 حلقه CD هستش ایشون ضبط کردن که آقا من اشتباه کردم یا خیلی چیز دیگه، مدارک دیگه هستش، SMS هستش ایشون دادن. خیلی کامله. من نمیدونم چجوری تونستم یه پرونده به این خوبی که مثلا اینقدر مدارک محکم بوده رو بپیچونن و بررسیش نکنن. یعنی جرم به این واضحی که این شخص اشخاص زیادی از نوجوانانی که با اشتیاق و علاقه به طرف قرآن، به جلسات قرآنی و اینها میرفتن، به عنوان یه تومه جنسی روشون تعرض میشده و حالا اومدن توی دادگاه عدل اسلامی اومدن شکایتی صورت گرفته و اینها، ولی شکایتشون بررسی نمیشه. به خاطر این هستش که این قضیه دیگه ضرورتی نداره که کتمان بشه و در حاله از ابهام بمونه. یعنی به ما ظلم کردن. الان 5 سال هستش که ما حقیقتاً خیلی اولا لطمه روحی بزرگی به ما وارد شده. دوما که زندگی ما رو دچار خلل کرده این پرونده. هنوزم در معرض انواع تهدیدها و اینها هست. این موضوعی نیستش که از ذهن ما خارج بشه، چون بالاخره بحث عرض و ناموس ما هستش، بحث آبروی حیثیت ما هستش. ولی خب به هر جهت ما همیشه سعی میکردیم که از روال قانونی موضوع رو پیگیری بکنیم، ولی خب متأسفانه قانون به ما، خود قانون که باید مظهر عدالت باشه، داره به ما ظلم میکنه این وسط. یعنی نه تنها کار ما رو پیگیری نمیکنن، حق مسلم ما رو دارن اینجا زیر پایمال میکنن، زیر پا میذارن و قطعا خانواده ما و افرادی که مرتبط با ما هستن هم از این موضوع رنج میبرن. اتفاقایی که افتاده و بسیار هم شدیدش دردناکه، اینها با این همه سند و مدرک دست نوشته دارن از آقای طوسی، فایل صوتی دارن، 9 حلقه CD فایل صوتی. خب نظام وقتی که نمیخواد اینا رو
قبول بکنه، جریان منی که حالا برمیگرده به این همه سال، من چی دارم که بخوام تو دادگاه ارائه بدم یا کی میخواد حرف منو قبول بکنه؟ اینا که جریانشون مال چند سال پیشه و این همه سند و مدرک دارن، اولا به جایی نرسیدم. ولی اینکه حالا من باعث شده که بیام و این حرفا رو بگم، برای اون دسته از کسانیه که به هر شکلی میخوان کتمان بکنن قضیه رو، بگم که این قضیه سر دراز داره. جریان مال سال 90-91 نیست. این آقا در دوره نوجوانی ما 15 سال پیش، سال 80-81 عین این رفتارا رو با ما داشته. البته گفتم که بعید میدونم، واقعا من امیدی ندارم که به دلیل ماهیتی که قضیه داره بخوان به این پرونده رسیدگی بکنن یا واقعا عادلانه بخوان برسن. و سوال پیش میاد، در طی این 5 سال که این پرونده داره این طرف و اون طرف باز داده میشه، هیچ مقام دولتی هیچ عکس‌العملی نشون نداده و بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن پرونده سریع عکس‌العمل نشون دادن و به جای ترتیب اثر دادن به شکایت این نوجوانان که به خاطر صدمات روحی و جسمی که خوردن مطمئناً به کمک هم احتیاج دارن، شروع کردن به تهدید و دفاع از خودشون و هم‌پیاله هاشون. جالبه که سعید طوسی هم در متنی که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها گفته که دشمنان جمهوری اسلامی او را واسطه حطاکی به آیت الله علی خامنه‌ای قرار دادن و باز هم کسانی که جسارت دفاع کردن از حیثیت خودشون رو دارند از جانب جمهوری اسلامی ایران مورد تهدید قرار گرفتند. چند روزی بیشتر از 2مین سالگرد اعدام ریحانه جباری نمی‌گذره. جوانی با کوله باری از آرزو و رویا که به جرم دفاع از حیثیت خود محکوم شد و توسط حکومت استبدادی اسلامی ایران اعدام شد. چه بسیارند ریحانه ها که به جرم دفاع از حیثیت خود محکوم می‌شوند و چه بسیارند ظالمان و انسان نماهایی همچون سعید طوسی که به خاطر سرپا ماندن حکومت استبدادی اسلامی ایران تبرئه و مقدس شده میشن.